سلام خوش اومدید. میبینید من مهاجر هستم از کانال دارک و بچه‌ها این اولین ویدیویی هستی که من دارم براتون توی یوتیوب میذارم و امیدوارم که از من حمایت کنین و اینکه بچه‌ها حرف دیگه ندارم، فقط اینکه اگه میشه لطفا منو دنبال کنین تا منم بتونم برای خودم خانواده خودمو بسازم دیگه. حرف دیگه ندارم، فقط میتونین بریم تو پیجم و ویدیوی دیگه که گذاشتم رو نگاه کنین و اینکه کانالمو دنبال کنین. لایک تو کامنت هم یادتون نره. خب بچه بریم یک سر به اکانت من بزنیم. نه اکانت خوبی دارم، نمیدونم گانه میگم حالا کرکتر متیک و اپیک و لژندری اینا ندارم، بچه هیچی ندارم من. فقط یه اکانت خیلی ساده دارم که هم تیک مشاهده میکنیم، چیزی که به همه داده. اینه که حالا بتل پس زدم و حالا چند تا کرکتر خفنم، حالا به قول خودم خفن دارم، ولی بازم در برابر شما پوچ هستم. فقط اینکه میتونم بگم الان ساعت 1:30 شبه و ساعت 11 صبح دیگه آلکا برامون باز میشه و اگر من بتونم، اگر دارم میگم بتونم، میخوام از همون دم اول پلی بدم تا اینکه بتونم بشم یک ریجنش. فقط مال آلکا بچه دقت کنین، مال آلکا. همین دیگه، حرف دیگه ندارم. گانه حالا بتونم بگم دایموند، فقط همینا رو دارم من چیز خاصی ندارم. تمام همین. اکانت من که لول 173 همینطور که اسمم رو نگاه میکنین دارکنس هستم و اینکه بچه این جوایزش هم سال یکی صبح اومده، تازه اومده و اینکه من الان رفتم گرفتم و چیز خفنی هست، خوبه. ولی خب از این یکی خوشم نیومد. عرب تو کامنت ها هرچی میخوایم بهشون بگیم، آزاد. هیچ بچه دیگه این اکانت من بود و حرف دیگه ندارم. یا آیدی من اینجاست، هر کی میخواد برداره درخواست بده و من قبول میکنم. اینجا اگه خواستین من داخل این گوشه براتون میارم مینویسم، این یو آیدی منه، بعدم بریم بردارین و بزنید حالا به من درخواست بدین. من الان 4 تا به من درخواست دادم، بریم قبول کنیم. اوکی قبول شد. و اینکه بچه حتما لطفا منو دنبال کنین تا من بتونم خانواده خودم تشکیل بدم و اینکه حرفی دیگه ندارم بزنم و اینکه دیگه بچه تا یک ویدیو دیگه. خدا حافظ.